Islamic Republic of Iran. Down with Ayatollah. Down with Ayatollah. Freedom for Iran. Freedom for Iran. Democracy for Iran. Democracy for Iran. با سپاس. سپاسگزاریم. جناب دکتر کوروش عرفانی مثل اینکه اینجا تشریف دارن. جناب ایمان فروتن اینجا تشریف دارن. اگر هستید آقای ایمان فروتن. زنده باد. با درود خدمت تک تک شما عزیزان. من قرار نبود صحبت کنم، خانم اولیان خواهش کردن و گفتم با کمال میل. فرق نمیکنه که اینجا 5 نفر باشن یا 5 میلیون، تا زمانی که ما این شمع و نور امید رو برای ایرانیان داخل کشور نگه داریم و ایرانیانی که در داخل و هر جا هستن، اون کسانی که تو زندان نشستن الان و بدونن که اسامیشون روی سری در خارج از کشور دارن میگن، این یک شنبه خیلی از ما میتونستیم بریم مهمونی و عروسی و پارتی و غیره، اومدیم که اینجا و پرچم سرنگی تیر و پرتون رو بالا بردیم. درود به تک تک شما و درود به تک تک عزیزانی مانند خانم الونیان و غیره که بدون اینکه بخوان لزوما به یک سازمان و دسته و تلویزیون و غیره وابسته باشن اومدن و این کار رو برنامه‌ریزی کردن. دستتون درد نکنه. من تنها خواهشی که از شما عزیزان دارم، شما همه کسانی که اینجا هستن کسانی هستید که نمیترسید چهرهتون رو نشون بدید. حالا یا با عینک آفتابی غیره تشریف آوردید اونجا، اومدید پرچم رو بالا آوردید. ما باید این تظاهرات به نظر من و این کاری رو که میکنیم تبدیل بکنیم به یک رأی، به یک رأی که یه جا ثبت بشه. ما باید اون مجمع معتمدین سیاسی، اون شورای سیاسی، اون شورایی که بتواند کمک بکند و واقعا صدای مردم خارج داخل کشور باشد رو با یک مشروعیتی که به نظر من فقط با رأی حداقل کسانی که خارج از کشور هستند میشود از اون استفاده کرد، ما باید این کار رو بکنیم. از شما دعوت میکنم برنامه‌هایی که به زودی افراد مختلف سیاسی میان و پیشنهاد میکنن، شماها بیایید مثل تک تک ما اسممون رو بذاریم، عکسمون رو بذاریم، رأی بدیم، گروهی رو انتخاب بکنیم که معتمدین سیاسی هستند. مطمئن باشید که هم میتونیم با جهانیان صحبت بکنیم، هم با شفافیت و صداقت خودمون کار بکنیم و الان اون زمان کار بزرگ هست. الان که دنیا و روحانی و خامنه‌ای فکر میکنن که بستن و بردن و پنجره اضافه که شد، الان اتفاقا بهترین موقعیت هست، نقطه ضعف هست. الان ما باید هم بسته و پیوسته باشیم و الان هستی میتونیم کار رو انجام بدیم. بسیار ازتون متشکرم. درود به همه شما، درود به تک تک کسانی که در ایران دارن زجر میکشن. مطمئن باشید که ما پیروز خواهیم بود، چون حق با ماست و با هیچ کسی هم شوخی نداریم. زنده باد. خب الان به یک قدم مونده به آخر و ما یک خاتمه برنامه داریم، اعلامیه خاتمه برنامه داریم که بخونیم و قبل از اعلامیه خاتمه برنامه از جناب آقای دکتر کوروش عرفانی میخوایم خواهش کنیم تشریف بیارن. زنده باد. هموطنان از درود فراوان بر شما. زنده باشید. میگن که یک کهکشان تاریکی رو، یک دنیا تاریکی رو یک نور شمع میتونه بشکنه. اینو فراموش نمی‌کنید. در قوانین فیزیک هست که یک عالم تاریکی با یک نور شمع شکسته میشه. اینو مطمئن باشید که فضایی که جمهوری اسلامی و آدم‌هاش، نیروهاش میخوان حاکم بکنن. من داشتم این اومدم نگاهی کردم به اخبار و دیدم یه خبر بسیار جالب اومده و اینکه اجازه بدید ازش به این عنوان نام ببرم. یه جرثومه‌ای که یادتون باشه در سال 88 اعلام کرده بود، اسب تروها، برید به راهپیمایی 22 بهمن. میدونید که بهش اشاره میکنم. بله، اومده فراخوان داده که روز 22 بهمن در کنار فراخوان خامنه‌ای مردم برن در تهران و در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنن. ننگ بر
ننگ بر کسانی که میدونن در طول 3 هفته گذشته 105 تا اعدام در ایران انجام شده و برای اون رژیم اعدامگر و جنایتکار دعوت میکنن که مردم به راهپیمایی برن. مرگ بر جمهوری اسلامی. اینو دقت داشته باشیم که جمهوری اسلامی در فازی از زندگیش به سر میبره که برای اولین بار مجبور شده عقب نشینی به معنی واقعی کلمه بکنه. نرمش قهرمانانه‌ای که ازش صحبت کردن چیزی جز این نیسته. برای رژیم‌های تمامیت‌گرا اینو فراموش نکنید، همیشه یا همه قدرت یا هیچی، و اینها میدونن که اگر بخوان تمامیت قدرت رو از دست بدن ممکنه به سمت سرنگونی برن. با این مانور روحانی و با عقب نشینی و با نرمش قهرمانانه میخوان کاری بکنن که ضمن اینکه دارن عقب میکشن، ضمن اینکه دارن واگذار میکنن، سرنگون نشن. بنابراین جمهوری اسلامی در بدترین و خطرسازترین فاز زندگی خودش داره به سر میبره. من و شمایی که امروز اینجا هستیم داریم یک چیز رو میگیم و اون این که در هیچ شرایطی، همونطوری که یکی از دوستانمون گفتن، ما تمام اون چیزی رو که در این 35 سال گذشته فراموش نمی کنیم. در این 35 سال جز جنایت، جز خیانت، جز وطن فروشی نبوده و من و شما اینجا هستیم برای تایید این نکته. اگر کسانی هستن که باور دارن قابل بخشش، قابل گذشته، قابل فراموشی، خوشا به حالشون، ولی من میدونم که مادر ستاره بهشتی از خون فرزندش نمیگذره. من و شما امروز برای اون مادر اینجا هستیم. اگر کسانی هستن که ترجیح میدن نیان، اون مسئله خودشونه، میتونن با رژیم ننگین جمهوری اسلامی کنار بیان، هر کاری خواستن بکنن. من و شما اومدیم اینجا که بگیم ما کنار نمیاییم. فرقم نمیکنه که 35 سال از عمر رژیم جمهوری اسلامی بگذره یا 45 سال. کاری که ما داریم میکنیم وایسادن بر روی خط شرافت هسته. همتون عزیز، خط قرمزی که نباید بذاریم فراموش بشه، خط قرمزی که نباید بذاریم زیر سوال بره. من دعوت میکنم از شما هموطنان عزیز به کمیت توجه نکنید. این رو بدونید که همیشه و همیشه عنصر کیفیه که کار رو شروع میکنه، کمیت به دنبال اون میادش. اگر به تاریخ اجتماعی سیاسی تمام کشورها نگاه بکنید میبینید که همیشه بین 1، 2، 5% هستن که یک حرکتی رو شروع میکنن و بعد اون 60، 70، 80% که میادش به دنبالش. خودتون رو جزو 1 تا 5% ها بدونید که در همین لس آنجلس نمیدونم 700,000 نفری، 800,000 نفری جزو کسانی هستید که قرار هستش پرچمدار مبارزه‌ای بشید که به دنبالش هزاران هزار نفر بیان. کسانی که سال 88 اینجا بودن به یاد دارید جمعیت رو؟ یادتون هستش چند ده هزار نفری که اومده بودن اینجا؟ بحث 20 تا 25,000 نفر بودید. همتون گرامی، اونها الان هم همینجا هستن، تو همین ساختمون ها هستن، تو همین رستوران ها هستن، جایی نشستن. میدونید چرا اون روز اومده بودن؟ برای اینکه یه دی جلو افتاده بودن، برای اینکه نداها و سهراب ها جلو افتاده بودن و اونا داشتن تعقیب می‌کردن. همیشه قانونمندیش این گونه بوده، همیشه 1% میفته جلو، 50، 60، 70، 80 بیشتر دنبالش میکنن. من خواهشم ازتون این هستش که پیام شرافت ایرانی رو که 35 سال یه عده‌ای مثل خودتون، درست آدم‌های شریف و بزرگواری مثل خودتون حفظ کردن، این رو حفظ بکنید. مطمئن باشید که در فازی که باید مردم، همین مردمی که اینجا هستن و مردمی که داخل هستن، خط شرافت رو دنبال میکنن، لشکر شرافتمندان رو که شما جزوش هستید دنبال میکنن. نگران نباشید، من بهتون قول میدم که جمهوری اسلامی آنچه که داره از خودش نشون میده علامت ضعف. یک خبری رو هم امروزی هموطنی زنگ زده بود از دانمارک، میگفتش، من خدمتتون بگم، میگفت رفتن یه سالونی گرفتن، نمیدونم چند ده هزار کرون دادن برای اینکه فردا جشن 22 بهمن رو اونجا برگزار بکنن. دقت داشته باشید، عوامل رژیم در خارج از کشور از این به بعد بسیار فعال خواهند بود. بنابراین هوشیار باشید، هر جایی که دیدید قرار هستش این خط قرمزی که خودتون نمایندش هستید زیر پا گذاشته بشه و کشیده بشه به مصالحه و اصلاح و سازش و امثال اون، در مقابلش بایستید، مقاومت بکنید و مطمئن باشید که تنها نیستید. من سپاسگزارم از تک تک هموطنانی که برای برگزاری این تظاهرات شرکت کردن.
تشکر بکنیم در غیابشون از تمام هموطنانی که در سایر کشورها این کارو کردن و دست در دست هم من ازتون میخوام که سرود ایران لطفاً آماده داشته باشید. دست در دست هم هموطنان عزیز اجازه بدید که این وحدتی که بینمون هست با وجود اینکه از طیف‌های سیاسی مختلف هستیم حفظ بشه. به کمیت توجه نکنید، به عنصر کیفیت توجه داشته باشید و مطمئن باشید که ما پیشرو ساختن ایرانی هستیم متفاوت، همونطوری که گفته شد، ایران آزاد و ایران آباد. درود بر شما. درود بر شما، زنده باشید. بریم یه سرود بخونیم، برگردیم شعار و بعد تعطیل میکنیم. ای مرز پرگوهر، ای خاک از سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جاودان. ای دشمن از تو سنگ خاری هماهنر، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد بیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده بان راه ایران ما.